من در اینجا آیت‌های را از قرآن گرفتم. در سوره مبارکه فاطر الله مهربان گفت ان الذين يتلون کتاب الله و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه یرجون تجارتا لن تبورا. خوب گوش کنین چی میگه الله مهربان. کسانی که این درباره 3 نفر میگه خدای مهربان، آن کسانی که از قرآن تلاوت میکنن 1 نفرش. دوم آن کسانی که نماز را همیشه پایبندن، هیچگاه مقصد هیچ کار دنیا مانع نماز اونها نمیشود. ولی من در حدیث خواندم کسی اگر در یک روز 10 آیت خواند، 10 آیت همین جمع اگر بگیری همین 2-3 دقیقه تر میگیرد. 10 آیت خوانی اگر میگه خدای مهربان تر از زمره آدمان غافل نمی نویسد. باز همین آنی که چقدر ثواب بگیری. و هر کسی که اگر دوم نفرش کسانی که برپادارنده نمازند. 3 کسانی که آشکارا و پنهان از مالشون خیر میکنند. درباره این 3 نفر الله در سوره فاطر آیت 29 چی گفت؟ کسانی که خب همیشه قرآن میخوانند، نمازهاشون ادا میکنند، از مالشون آشکارا و پنهان خیر میکنند، یرجون تجارتا لن تبورا. برادر عزیز میگه اینها در یک تجارت دست زدن که هیچگاه تجارت اینها کساد نمیشود. یعنی این تجارت اینها با کورس دلار کار ندارد. دلار بالا میرود پایان میرود. تجارت اینها با کرانتین کار ندارد. تجارت اینها با سیاست و با معامله های مثال دنیا کار ندارد. میگه وقتی اینها از قرآن تلاوت کردن، نماز خواندن، از مالشون احسان کردن، من اینها با تجارت دست زدن که هیچگاه تجارت اینها کساد نمیشه، هیچگاه تجارت اینها گویم بانکرات نمیشود. یعنی در عوض این طاعتشان، در عوض این اعمالشان همیشه از پیش خدا پاداش گرفتیستند. هیچگاه پاداش اینها کم نمیشود. این الله مهربان چه یک مثال زیبایی میزند که مقصد شما کار کنین و این کار پایبند شوین، شما هیچ وقت حرکتتان، عملتان ضایع نمیشود. برادرای عزیز و گرامی، اینجا حدیث داره در این باب جناب امام منذری در کتابش میارد از نام حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الصیام و القرآن یشفعان للعبد یوم القیامه. چی سخنی زیبایی. روزتان، این روزه را که شما گرفتین، این قرآن را که در برابرش خواندین، میگه هر دی اینها روز قیامت برای صاحبش طلب شفاعت میکنن، طلب کمک میکنن. بین یعنی روزه داشته، قرآن خوانده، اینها پیش الله مهربان برای تو طلب شفاعت میکردن. چه طلب شفاعت میکنن؟ اینها با زبان میآیند، اینها را خداوند زبانی گویا میتر، هم روزه داشته تا هم قرآن خواندگی تا. اینها با زبان حال پیش پروردگار چی میگن؟ پیش الله مهربان میگفته است یقول الصیام، روزه داشته میگفته است ای ربی، ای پروردگار مهربان من، ای خالق یکتای من، منعته الطعام و شهوه فشفعنی فی. میگفته است پروردگار مهربان، همین بنده تو به خاطر من که تو مرا بر ذمه این فرض گردانی که روزه بدارد، این آدم امکانیت طعام خوردن داشت، گرسنه بود، تشنه بود، خواهشش بر همون بود، ولی طاقتی در همون گرسنگی کرد، طاقتی در همون تشنگی کرد. و شهوه و خواهشش به خانمش، به عروسش نزدیک شدن بود، خیلی و خیلی برای این خواهش زیاد داشت، ولی به خاطر من این کار رو نکرد. فشفعنی فی، پروردگار را شفاعت کن، پروردگار را یاردمش کن، پروردگار را در بین این مردم شرمنده و خجالتش نکن. خدای مهربان، این روزه برادرای عزیز، این خیلی و خیلی بسیار یک الحمدلله مرحمتی هست که وقتی روزه میه و از تو پشتیبانی میکنه. دیگر و یقول القرآن، قرآنی که خواندی، قرآنی را که تلاوت میکنی، این میآید، این چی میگه؟ ای ربی، پروردگارم، الله مهربان، منعته النوم باللیل فشفعنی فی. خدایا حقیقتا در چشماش خواب بود، محبتشم بر خواب بود، خسته بود، لیکن از من تلاوت میکرد، از من قرائت میکرد.
فشفیعنی فی. خدای مهربان شفاعتش که، خدای یاردمش که، خدای کمکش که. بعد پیامبرمون چی گفت؟ قال فیشفعان. پس الله مهربان به خاطر این روزه، به خاطر این قرآن بندگانش چیکار میکند؟ بندگانش شفاعت میکنه. بندگانی که روزه داشتن، بندگانی که قرآن خواند.